درود بر شما تماشاگران گرامی. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز است. در استودیو با شما شوکتی محمد. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. رحمت الله زویرف از رئیس جمهور خواستاری فوران بکار کردن گروی انتخاباتی شد. کرامت شریپov باور دارد که به زودی به روسیه برمیگردد. روزنامه زیگاردین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر را به نفرت پراکنی علیه اسلام و مسلمانان متهم کرد. رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با ارسال نامه به رئیس جمهور از او خواسته است تا فوراً گروی انتخاباتی برای نامزدها به پارلمان را بکار سازد. در این نامه که نسخه آن به پیام رسید گفته می شود پرزیدیوم شورای سیاسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این خلاصه رسیده است که حکومت و پارلمان کشور آدمان را به جنایت ها وادار می کنند. آدمان با وجدان و با اعتماد را تأخیر کرده به منفعت آنها توف می کنند. زمینه های خفناکترین را پایانداز می کنند که انتخابات تحریم گردد. در نامه گفته می شود شعار آنها شما برخیزید، سلاح به دستان ما آماده هستند که شما را به هلاکت رسانند می باشد. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در نامه‌اش گفته است حکومت تمام مانعه ها را به میان می آورد که توسط انتخابات به صف مقامات نمایندگی کشور کادرهای صاف دلانه با اعتماد، با وجدان و دانشمند داخل نشوند. برای این با مقرر کردن هر گونه مانعه ها از جمله گروی انتخاباتی فعالیت فعالان جامعه را محدود می سازند. زیرا کارمندان راست قول با اراده، با وجدان و دانشمند پول ندارند. آنها عزت و آبرو، اعتقاد و دانش خوب دارند که این صفتها به منصبداران فسادکار خاص نیست و شده هم نمیتواند. منصبداران فسادکار مدحیه بازند و به این واسطه وظیفه را همچون منبع تجارت استفاده میبرند. همچون مشاور سابق پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به سیاست حقوقی من خوب میدانم که یک سفارش شما برای بکار کردن ماده 31 قانون در مدت 3 روز کفایه است و به شما برای امضا و چاپ منبع داده می شود. این اجرایش عهده‌داری های شما خواهد بود وگرنه یک افسر اعتماد به شما نخواهد داشت. من شخصا آماده‌ام مال ملک، پول، اگر ضرور باشد حیاتم را برای شکوفایی و رشد دموکراتی کشور، مردم، جامعه دهم. اگر مردم عادی از آن منفعت گیرند، اگر مردم واقعا آزادانه نفس کشند و در کشور آزاد و دموکراتی زندگی کنند، من راضیم قربان گردم. از این رو در این مراجعت نامه درخواست و دعوت میکنم گروی انتخاباتی را فوراً بکار نمایید، چنان که مثلا 10 سال پیش روسیه بکار کرده بود. شکل پوره این نامه در پایگاه پیام قابل دریافت است، می توانید مطالعه کنید. حالا در خط علاقه با ما محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان حضور دارند. می خواهم چند سوال را از ایشان درباره این نامه پرسان شوم. محترم اکای محمود، می گفتید که با نوشتن این نامه به عنوان رئیس جمهور حزب شما چه امیدواری هایی دارد؟ سلامت باشید شوکت جان. البته این علاقه کار به جای رسید که یگانه امیدی که مردم دارند این حزب سوسیال دموکرات است، چون که شعار ما خیرات، عدالت و ترقیات است. اگر ما اینو پیشگیری کردن نتونیم با بانوهای گوناگون امروز بینید که کرسی پارلمانت رو نفران اشغال کرده گرفتند که تنها تعیین شده اند. مگر تعیین شده مشکلی مردم را حل کرده میتواند؟ مگر نفری که تشکیل شده است با کرسی پارلمان جای افتاده است باید از نام من گپ زند یا از نام ملت یا از نام نفرانی که او را تعیین کرده؟ اگر این کار رو پیشگیری نکنیم همه ما میدونیم که خطای سخت میکنیم. این خطای ما به جای آمده میرسد که تقدیر ملت، تقدیر جامعه و میگن که آب خون رو با آب میشوبند، نه اینکه با خون. البته پیشگیری کردن لازم است برادر. ما امید داریم
اما کسانی را که میگوید سزاوار و ارزنده به جایگاه خود نیستند یا اینکه انتخاب نشده اند و تعیین شده اند. آخر این همه با رضایت رئیس جمهور صورت گرفته است. پس چگونه می شود با اون نامه نوشت و انتظاری داشت که تغییرات به میان می آورد؟ بله ببینید ما این نامه رو که گرچند که در شبکه‌های اجتماعی پخش کردیم، البته پگاه سحر من شخصا خودم رفته هر یک مقاماتی که از جمله خودی دستگاه پرزیدنت خودی قانونگذار دیگر جدا من رفته میتیم میسپرم و امضاشون هم میگیرم که من سپریدم. در اساسی قبول کردن بیان ما انتظار میشیم که چی جواب میگیریم. اگر که جوابی قناعت بخش نگرفتیم، پس حقوق ارزش‌های انسان، حقوق ارزش‌های خودی حزب سوسیال دموکرات نیست و طرفداران او حساب کنید که از طرفی کی پایمال کرده می شود. باید رئیس جمهور البته باید قبول کند. باید این یعنی که این مسئله که حاضر یعنی که همین پولی که 5800 سوم تشکیل میدهد باید از بین برد. باید جوان مردم، نه اینکه یک حزب سوسیال دموکرات مادر تاجیک 9 میلیون یعنی که جامعه رو تشکیل میدهند تولد کرده و شماره تاجیکای ما در بین اینها نفرانی هستند که مرحمت اینها هم جا دادن چون ممکن است بیکتور همین مسئله که امروز ما نگرانیم، تمام ملت نگران است، از جمله خودی مهاجران نگران است، همین حل کرده تونیم. پس اگر به همین انتخابات نیست، اگر خطاگیر راتیم به همین انتخابات دونید که دیگر ما چیزی گفتن هم میتوانیم. تشکر با شما. سلامت باشه. каромат шарипов раҳбари собиқи ҷунбуши муҳоҷирони тоҷик дар русия мегӯяд рӯзҳои наздик бояд мақомоти рус иҷозати баргаштанаш ба русияро содир кунанд. қаблан комиссиони ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид русияву тоҷикистонро муваззаф карда буд ба парвандаи шарипов расидагӣ кунанд. шарипов дар суҳбат бо паём гуфт ки парвандааш дар комиссияи ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид ба анҷом расида ва ҳоло ду парвандаи дигараш ба додгоҳи страсбург پیشنهاد شده است. طبق گفته کرامت شریپوف مقامات تاجیکستان و روسیه تا 21 ینور فرصت دارند تا به قضیه او رسیدگی کنند. همچنین شریپوف با پیام گفت از روی معلوماتی که دریافت کرده است قرار است مقامات روسیه روزهای نزدیک اجازه برگشتش به این کشور را صادر کنند و او باور دارد که روزهای نزدیک به کشوری بود و باش همیشگیش برخواهد گشت. каромат шарипов که سال 2017 با وجود دارایی شهروندی روسیه بودنش از این کشور اخراج شد، قبلا به پیام گفته بود کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد شکایتش درباره اخراج غیر قانونیش از روسیه را بررسی نموده قرار صادر کرده است. طبق قرار کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از 12 ایول سال 2019 حکومت‌های تاجیکستان و روسیه وظیفه‌دار شدند که درباره غیر قانونی از جانب تاجیکستان معلوماتنامه ساخته درباره شهروند جمهوری تاجیکستان بودند پیشنهاد شدند و از جانب روسیه غیر قانونی اخراج شدن شهروند روسیه کرامت شریپوف را شرح دهند. کرامت شریپوف به ما گفت در قرار مذکور سبب حالتهای از قبیل خدمتچی حربی نفقه‌خوار بودن، اشتراکچی جنگ بودن و جانبداران زیاد داشتنش ذکر شده از حکومت‌ها طلب کرده شده است که در مهلت نزیاده از 6 ماه به مسئله‌های مذکور همه طرفه رسیدگی کرده جواب خود را به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد پیشنهاد نمایند. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه که حکومت روسیه و تاجیکستان و به خصوص کاردهندگان مهاجران کاری تاجیک را زیاد تنقید می‌کرد، ماه دکبر سال 2017 دستگیر شد. دادگاه روسیه بعد مدت کوتاه قرار کرد که کرامت شریپوف از راه غیر قانونی شهروندی روسیه را به دست آورده است و برای همین باید از آن محروم کنند و از قلمرو کشور خارج نمایند. به باور خود کرامت شریپوف اخراج او از روسیه کار دست گروه‌هایی بود که از فعالیتش برای حفظ حقوق مهاجران کاری خوششان نمی آمد. کرامت شریپوف ادعا دارد پس از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نداشت.
اما مقامات تاجیکستان میگویند او از سالهای 70 به این طرف شهروند تاجیکستان است. اکنون چند خبرها از رسانه‌های دیگر را همکارم عایشه محمدی گزارش می‌دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت اگر مسلمانان زکات خود را بپردازند فقیری در کشورهای اسلامی باقی نخواهند ماند. اردوغان طی سخنان در کنفرانس سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و دولتی با حضور اعضای سازمان همکاری اسلامی در مرکز کنگره استانبول گفت تفاوت درآمدی ثروتمندترین و فقیرترین کشور اسلامی بیش از 200 برابر است. اگر مسلمانان زکات خود را بپردازند فقیری در کشورهای اسلامی باقی نخواهد ماند. وی در ادامه سخنان خود همچنین اظهار داشت برای رسیدن به هدف باید موضوعاتی را که در این کنفرانس بررسی کردیم اجرا کنیم. 21% جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی یعنی 350 میلیون از برادران ما در شرایط بسیار سخت فقر و گرسنگی به سر میبرند. روند راهاندازی مرکز داوری استانبول پایان یافته و فعالیت ما امسال آغاز خواهد شد. ترکیه در سال 2018 با جذب 46 میلیون نفر در لیست کشورهای دارایی بیشتری گردشگر قرار گرفته و به رتبه ششم صعود کرد. امسال انتظار داریم پذیرایی بیش از 50 میلیون گردشگر باشیم. شاخصها و اصولهای اقتصادی کلان ترکیه بسیار قوی و سالم است. برای جذب بیشتری سرمایه مستقیم به ترکیه تمام تلاش مادی و معنوی خود را انجام می‌دهیم و از سرمایه گذاران حمایت می‌کنیم. برای جلوگیری از تاثیر منفی برخی تنش‌های سیاسی ناشی از تحولات منطقه بر همکاری اقتصادی ترکیه با دیگر کشورها حساسیت بسیار بالایی نشان می‌دهیم. شرایط مادی و تاریخی برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه مردم در کشور اسلامی بسیار مناسب است. ترکیه در صدر کشورهای آماده مقابله با تاثیر جنگ‌های تجاری و بازارهای مالی در جهان قرار دارد. از شما برادران درخواست می‌کنم برای کمک به آلبانیا جهت رفع مشکلات ناشی از وقوع زلزله اخیر در این کشور هر آنچه از دستتان برمی‌آید انجام دهید. روزنامه The Guardian شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر را به آن متهم کرد که در زمینه نفرت پراکنی علیه اسلام و مسلمانان به طور پنهانی با افراطگرایان همکاری می‌کنند. روزنامه The Guardian در گزارش با عنوان توطئه پنهان نوشت افراطگرایان با حمایه برخی طرف‌ها به خصوص آمریکا، بریتانیا و اسرائیل از پایگاه اینترنتی فیسبوک و توییتر به عنوان ابزار برای نفرت پراکنی علیه اسلام و مسلمانان استفاده می‌کنند. The Guardian نوشته است گروه از بزرگترین سازمان‌ها و صحیفه‌های شخصی راستگرایان افراطی بر اساس این توییتر نوشتند در قبال فایده‌هایی که نصیب این شرکت‌ها می‌سازند اسلام ستیزی را در بین جامعه گسترش دهند. طبق این گزارش The Guardian قرارگاه‌های مدیریت حساب‌های کاربری در اسرائیل، آمریکا، استرالیا، استریا و نیگریا است که با انتشار پیام‌های در راستای نفرت پراکنی علیه مسلمانان، مهاجران مسلمان در کشورهای اروپایی و حتی شماری از سیاستمدار مسلمان یا حامی مسلمانان مانند شهرهای لندن، شماری از اعضای کنگره آمریکا و رهبر حزب کارگر بریتانیا فعالیت می‌کنند. شب ششم و هفتم دکامبر بر اثر یک تیرپرانی در داخل دیدبانگاه سرحدی در شهرک گلستان جماعت کلقند اسفره در نزدیکی مرز با قرقیزستان دو سرباز قشون‌های مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کشته شدند. مقامات درباره این حادثه تا حال اظهار نظر نکردند. طبق اطلاع اخبار تیرپرانی در جریان مناقشه دو مرزبان تاجیک صورت گرفته است. یکی از آنها هنگام مناقشه سخت عصبانی شده از اتومات کلاشنیکوف هم خدمتش را پرانیده است. این سرباز بعد آنکه عاقبت کارش را می‌بیند از ترس خود را نیز می‌پراند. سبب مناقشه و تفصیلات دیگری این تیرپرانی روشن نیست. درباره نامناسب این دو سرباز در خبر چیزی گفته نشده است. شهرک گلستانی جماعت کلقند در تقریباً 10 کیلومتری شرق شهر اسفره جایگیر شده با دهه قزلبیل ناحیه بادکند ولایت بادکند قرقیزستان هممرز می باشد. یکی از گذرهای اساسی در این قسمت مرز تاجیکستان و قرقیزستان گذرگاه قزلبیل گلستان در پهلوی همین شهرک جایگیر شده است.
ба фарқ аз қисматҳои дигари марзи исфараву бодкан, чоркӯҳ, ворух, хоҷаалло, марзи гулистон бо қизилбел аз қисматҳои нисбатан ороми марзи тоҷикистону қирғизистон ба шумор мерафт. ҳудуди 40 муҳоҷири тоҷик бо ҳукми додгоҳҳои Русия ба истирдоди маҷбурӣ аз қаламрави ин кишвар маҳкум ва аллакай ихроҷ карда шуданд. кормандони хадамоти федеролии приставҳои суди Русия онҳоро шаби 8 декабр аз фурудгоҳи Домодедово ба ҳавопаймоии Москав кӯлоби ширкати Уральские авиалинии парвози рақами 2969 бор карданд. ин ҳавопаймо соати 12:50 аз пойтахти Русия ба кӯлоби Тоҷикистон парвоз кард. дар ин бора сомонаи ахбор хабар дод. таври манбаи хабар менависад, лаҳзаи ба фурудгоҳ овардани муҳоҷирони депорт шуда аксбардорӣ шудааст. дар аксҳо дида мешавад, ки муҳоҷирони депортшударо барои гузаштан аз сабт дар парвоз ва хатти марз қатор карданд. дар дасти муҳоҷирони бечора ҳадди аксар як халтаи хурди пластикӣ аст ва бархеаш тавре дида мешавад, комилан дасти холӣ ба ватан бармегарданд. аксари муҳоҷироне, ки ба вайрон кардани қонунҳои муҳоҷирати Русия айбдор мешаванд, бо ҳукми додгоҳҳои Русия ба муҳлати аз 3 то 5 сол аз ҳаққи убури марзҳои ин кишвар маҳрум карда мешаванд. вале нафароне ҳам ҳастанд, ки ба муҳлати хеле бештар ҳаққи пой гузоштан ба қаламрави Русияро аз даст медиҳанд. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик ахиран санади ихроҷи як донишҷӯи тоҷики яке аз донишгоҳҳои шаҳри Қазонро нашр карданд, ки ӯро ба далели барояш номаълум то соли 2099 аз ҳаққи бозгашт ба Русия маҳрум карданд. шумораи муҳоҷирони тоҷике, ки аз ҳаққи убури марзи Русия маҳрум шуданд, 2 сол пеш аз марзи 300 000 нафар гузашта буд. дар афе, ки соли 2017 Русия фақат барои муҳоҷирони тоҷик ба роҳ андохт, 104 000 будубоши худро дар Русия қонунӣ карданд ва дар рӯйхати сиёҳи тоҷикони мамнуъулвуруди Русия ҳудуди 170 000 боқӣ монд. ҷониби Тоҷикистон дар баҳори соли ҷорӣ ба Русия пешниҳоди афи наве барои муҳоҷирони тоҷик дод, вале Москав онро напазируфт. бо ин ҳол омори расмӣ нишон медиҳад, ки шумори шаҳрвандони Тоҷикистон дар рӯйхати сиёҳи Русия дигар бора рӯ ба афзоиш овардааст. бино ба омори расмии намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия то 1 октябри соли 2019 шумораи шаҳрвандони тоҷике, ки аз ҳаққи убури марзҳои Русия маҳрум карда шуданд, 261 512 нафарро ташкил медиҳад. танҳо дар як соли ахир аз 1 октябри соли 2018 то 1 октябри соли 2019 шумори тоҷикон дар рӯйхати сиёҳи Русия 52 837 нафар ё 25% зиёд шудааст. با همین برنامه امروزه ما به نهایت خود رسید. برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net قابل دریافت است. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه‌ای را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 247 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. موفق و سربلند باشید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.